توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. با سلام خدمت تمام ایرانیان عزیزی که اینجا دور هم جمع شدیم و همه یک هدف واحد داریم و یه دشمن واحد. فکر میکنم دیگه تایمش شده که دیگه همه با هم دیگه متحد بشیم. وقتی هدفمون یکیه، وقتی که آزادی رو برای وطنمون میخوایم، وقتی دشمن الان شناخته شده که یکیه، این سواجدایی‌ها برای چیه؟ هر کس برای خودش داره تلاش میکنه. مگه این هدف یکی نیست؟ مگر این که ما هدفمون یه چیز دیگه باشه، بخوایم فقط خودمون رو مطرح کنیم. اگر ما فقط برای خودمون بخوایم اون حزب رو ببریم بالا، خب یه دیکتاتوریم، چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره که لباس ملایی برداریم کچرواری بیاد سر جاش. ما تفکرمون رو باید درست کنیم، آزادی رو باید برگردونیم به ایران. الان ملت دیگه خسته شدن، دیگه امیدی ندارن که بخوان خارجی نشینا بهشون کمک کنن. ما باید صداشون باشیم. الان خودشون در قیام سپید دارن به هم دیگه وصل میشن و 14ها رو فراگیر کردن. این درست نیست که ما فقط فکر خودمون باشیم و ظلم و ستمی که بهشون میشه رو نادیده بگیریم. الان این پرچم نمادی از کبوتر صلح و دوستیه. این به این معناست که هیچ حزب و گروهی با دشمنی نمیتونه نتیجه بگیره و این 40 سالی رو بهمون ثابت کرده. پس بهتره همه با هم دیگه با اتحادمون این دشمن واحدمون رو از بین ببریم. هدف واقعیمون اینه که ایرانمون رو آزاد کنیم و دیکتاتوری رو دیگه تمومش کنیم. پس بهتره به مردممون بپیوندیم با هر ایده‌ای که داریم. اگر ایرانی هستیم و خون ایرانی در رگمونه، باید به ملتمون وصل شیم در قیام سپید. این قیام مربوط به هیچ کس نیست، اسم نیست، ملت ایرانه. پس حزب بازی رو بذاریم کنار، دیکتاتوری رو بذاریم کنار. اگر همین الان خودمون هی تکی تکی بخوایم کار انجام بدیم، یعنی دیکتاتوریم، هیچ فرقی نداره. و در ضمن در انتهای صحبتم یه چیز دیگه هم بگم. بهتره که یک نفر رو که تمام زندگیش رو پای این قیام مردم گذاشته رو بشناسینش. محمد حسین پور یا دکتر سایان الگوییه برای ما از یک ایرانی با غیرت و شجاعت. شجاعت رو به ما یاد داده. پس بهتره همه این فاصله ها رو کنار بذاریم و با هم متحد بشیم. زنده باد ایران، زنده باد قیام سپید و اتحاد 14. حکومت ضد زن سرنگون سرنگون. یه بار دیگه میرزمیم، میکوشیم، ایران رو پس میگیریم. وخمت اسلامی سیت تروریست فن ایران. وخمت اسلامی سیت تروریست فن ایران. وخمت اسلامی سیت دیکتاتور فن ایران. ما خواهان اخراج جمهوری اسلامی از کلیه مجامع بین المللی و بایکوت سیاسی این حکومت بوده و درخواست می‌کنیم که از مبارزات و مطالبات انسانی مردم ایران حمایت کنید. ما باور داریم
که تحقق آزادی و کسب حقوق انسانی در ایران فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت منتخب مردم ایران محقق خواهد شد. 40 jaren vooral de protesten van december 2017 en de opstand van november 2019 in meer dan 150 steden zijn hier voorbeeld van. Wie dictator of Iran? Dan wie dictator of Iran? Weg met Islamische Republiek van Iran! Weg met Islamische Republiek van Iran! روز 12 دسامبر تجمع ایرانیان مقیم هلند در آمستردام با اهتزاز پرچم نظام پارلمانی ایران توسط سرداران مردمی ترین قیام ایران، قیام سپید. زنده باد ایران! درود بر همه هموطنای عزیز که امروز اینجا جمع شدن برای یه هدف مشترک، به خاطری که دشمنمون مشترکه و اون دشمن تو آب و خاک سرزمین ماه. برای اینکه این دشمن رو ما کوچیک بکنیم باید اتحادمون رو بزرگ بکنیم. اینکه هر روز فقط از اخبار و جنایاتی که تو کشورمون داره اتفاق میفته فقط توی رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی بخوایم صحبت بکنیم و اونو فقط انتقال بدیم کمک کننده میتونه باشه ولی کافی نیست. چون اگه کافی بود الان 40 سال داره این اتفاقا میفته. فقط هر روز داریم در مورد اعدام‌ها صحبت میکنیم، در مورد جنایات و این حکومتی که الان وجود داره پستر از اون چیزیه که با انتقال این اخبار بخواد تکونی بخوره، چون وجدانی ندارن. پس ما باید اون اتحادو که همه در موردش امروز هم صحبت کردن همه گیر بکنیم. فقط باید مستمر باشه. اعتراضاتی که فقط توی یه روزای خاص و توسط گروه خاصی اتفاق بیفته جواب نمیده، باید مستمر باشه. برای همینه که 14 هر ماه و الان مردم توی ایران بیش از 1 ساله که دارن در سکوت این اتحاد رو انجام میدن و به صورت مستمره، چون هر ماهه. ما نمیتونیم پیش اونا باشیم، ما نمیتونیم تو اون 14 ما شرکت کنیم، ولی میتونیم صداشون باشیم، چون متاسفانه رسانه ها هیچ کاری نکردن. من سوال دارم از این رسانه ها که میگن آزادی مردم برای ما مهمه، چرا هیچ کاری نمیکنید؟ چرا صدای مردم نیستین واقعا؟ تا باید اسم یه نفر باشه، یه شاهزاده، یه آخوندزاده، یه آقازاده، یه کسی باید حتما اسم و رسم داشته باشه؟ نه، مردم خودشون با هم متحد شدن، همین کافیه. الان کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که آگاه کنیم مردمو که برن و توی این 14 ها 1 ساعت قبل از غروب تا 1 ساعت بعدش شرکت بکنن و اینجوری متحد بشن. تماشاچی نباشیم خواهشن. مبارزه با معترض بودن فرق داره. از همتون متشکرم. زنده باد قیام سپید. نمای بارون آروم توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد، همه یک گلا میدونن زای بهار نمیشه، باغ آرزوی قلبم میزنان زار نمیشه، همه یک گلا میدونن زای بهار نمیشه، باغ آرزوی قلبم تو لاله زار نمیشه.